سلام، به زمزمه کتاب خوش اومدین. اینجا جاییه که با هم وارد یک سفر درونی میشیم. سفری به عمق، سکوت و آگاهی. سفر به جایی که شاید کمتر بهش توجه میکنیم. لحظه حال. زندگی ما پر از گذشته و آینده است. ذهن ما دائم بین خاطره ها و برنامه ها حرکت میکنه و ما خیلی وقتها فراموش میکنیم که زندگی همین لحظه است. امروز همراه هم میریم به سمت یک کتاب که خیلی اونو پلی به آرامش و بیداری میدونن. کتاب نیروی حال نوشته اکهارت توله. این کتاب داستان یک بیداری عمیقه. داستان مردی که از دل تاریکی ذهن نور حضور رو کشف میکنه. اکهارت میگه زمان واقعی همین حالاست. گذشته یک خاطره است و آینده یک تصور. پس با هم نفس بکشیم، آروم بشیم و آماده بشیم برای سفر به نیروی حال. بخش اول، تولد بیداری. در 29 سالگی اکهارت در عمیق ترین نقطه تاریکی ذهنی قرار گرفت. اون سالها با افسردگی و ترس زندگی کرده بود تا یک شب که همه چیز تغییر کرد. اون بیدار شد با این جمله درونی که دیگه نمیتونم با خودم زندگی کنم. و در اون لحظه یک پرسش عمیق به وجود آمد. اگر من نمیتونم با خودم زندگی کنم، پس کی یا چی درون من وجود داره؟ اون فهمید که خود واقعیش نه ذهن بلکه آگاهیه و این آگاهی جایی است که رنج به پایان میرسه. اکهارت میگه بیداری یعنی توقف در لحظه حال و دیدن زندگی بدون قضاوت دیگران. بخش دوم، ذهن و تله زمان. ذهن ما مثل یک فیلم ساز بی‌وقفه است. مدام گذشته و آینده رو صحنه سازی میکنه، اما هیچ وقت در حال زندگی نمیکنه. وقتی ذهن کنترل زندگیمون رو دست میگیره، رنج ما شروع میشه. چون ذهن نمیتونه در لحظه زندگی کنه. توله میگه رنج نتیجه نپذیرفتن لحظه حاله. اگر بپذیری که همین لحظه همون جاییه که زندگی جریان داره، اون وقت سکوت، آرامش و آزادی وارد زندگیت میشه. هر بار که ذهنت شروع کرد به بازخوانی گذشته یا نگرانی درباره آینده، نفس عمیق بکش و به این جمله فکر کن: همین حالا من زنده‌ام. بخش سوم، قدرت حال. لحظه حال یک دریچه است. دریچه‌ای به زندگی واقعی. وقتی تمام توجهت رو به حال بیاری، دروازه‌ای باز میشه به آرامش، به عشق و به خود واقعیت. اکهارت میگه حضور تنها حقیقت زندگیه. و حالا حضور یعنی چی؟ یعنی توجه کامل به کاری که الان داری انجام میدی. یعنی گوش دادن کامل
به حرف کسی که روبروته. یعنی حس کردن یک نفس بدون فکر کردن به بعدش. این لحظه فرصتیه برای تجربه زندگی، نه تحلیل کردنش. بخش 4، مشاهده‌گر درون. ما 2 چیز داریم، ذهن و آگاهی. ذهن حرف میزنه، تحلیل میکنه، قضاوت میکنه و آگاهی میبینه. وقتی یاد بگیری نقش مشاهده‌گر رو داشته باشی، میدونی از افکارت جدا بشی. این جدا شدن یعنی آزادی. وقتی خشمگینی، به جای گفتن من عصبانیم، بگو یه خشمی در من وجود داره. این تغییر کوچیک فاصله خیلی بزرگی رو به وجود میاره. بخش 5، درد درون. اکارت مفهوم بدن درد رو مطرح میکنه. انرژی رنجی که در ما ذخیره شده و دوباره فعال میشه. هر وقت که ناراحتی یا ترس داری و اون رو نمیپذیری، این انرژی درون تو بزرگتر میشه. اما اگر با حضور اون رو ببینی و بپذیری، اون موقع است که آروم میگیری. حالا بیاین از این بخش برای خودمون یه تمرین بسازیم. وقتی احساس درد یا ناراحتی میکنی، به اون توجه کن بدون قضاوت کردن خودت. فقط بذار وجود داشته باشه و این لحظه درمان توه. بخش 6، پذیرش و تسلیم. پذیرش یعنی قبول کردن حال به همون شکلی که هست، بدون مقاومت کردن. اکارت میگه پذیرش آغازیه برای تغییر. وقتی چیزی رو میپذیری، ذهن آروم میشه و انرژی برای حرکت درست فراهم میشه. تسلیم یعنی واگذاری به ناامیدی. اما پذیرش یعنی انتخاب آگاهانه خودت. بخش 7، عشق و حضور در روابط. روابط میدون تمرین زندگی در حالن. چون ذهن در رابطه بیشتر فعاله. حسادت، قضاوت، ترس از طرد شدن. اگر در رابطه حضور داشته باشی، عشق واقعی شکل میگیره. حالا بیا به جای قضاوت یا تحلیل فقط گوش بده و در همون لحظه حضور داشته باش. بخش 8 و آخرین بخش از این کتاب، بیداری و مسیره. بیداری مقصد نیست، یک مسیره. هر روزی که آگاهانه زندگی کنی، یک قدم به نور نزدیکتر میشی. اکارت میگه اگر هر روز فقط چند دقیقه در حال باشی، تمام ساختار رنج درونت فرو خواهد ریخت.
اگر همین الان چشماتو ببندی، یه نفس عمیق بکشی و فقط چند ثانیه سکوت کنی، میفهمی که تموم چیزی که واقعا داری همین لحظه است. این کتاب دعوتیه به بیداری، دعوتیه به زندگی کردن بدون فاصله، بدون فرار، دعوتیه به دیدن، شنیدن و بودن. و حالا که این سفر هم به پایان رسید، ازت دعوت میکنم یه سوال ساده ولی عمیق از خودت بپرسی. الان آیا در حال زندگی میکنم یا در گذشته و آینده گرفتارم؟ اگر جوابت به این سوال نبود، دوباره شروع کن. چون زندگی هیچ وقت از نو شروع نمیشه مگر همین حالا. ممنونم که با من همراه بودی، که با هم نفس کشیدیم، دیدیم، شنیدیم و شاید قدمی کوچیک برداشتیم برای زندگی کردن در حال. اگر این زمزمه کتاب تونست حتی برای یک لحظه هم تو رو به حال نزدیک کنه، یادت باشه که این شروع یه مسیره، نه پایانش. پس برگرد، دوباره نفس بگیر و دوباره حاضر شو. و همیشه یادت باشه زندگی همین حالاست. همین حالا، همین جا و تو. سپاسگزارم از شما از اینکه با زمزمه کتاب همراه بودین. منتظر زمزمه های بعدی من باشین و خوشحال میشم نظرات، پیشنهادات و تجربیاتتون رو از این مسیر با هم به اشتراک بذارین. خدا یار و نگهدارتون.